روز شنبه اشتهای خوب قریب بود باعث مرگ این ماری کبرا شود. او چندین تخم مرغ را تناول نموده از حرکت ماند. سابق خادم یکی از ممنوعگاه‌های هندوستان و نومیتر اچاریا حادثه را به خبرنگار ریترز نقل کرد. مار تا سبد تخم رسیده به این چند دانه را تناول کرد. ساکنان دهه میوربهنج ولایت اریسا ابتدا می‌خواستند ما را کشند، ولی بعد تصمیم گرفتند و متخصصان مراجعت کنند و آنها مار را نجات دادند. متخصصی دعوت شده به مار امکان داد که تخمها را قی کند. بعد اون مار را در جنگل رها نمود. مار کبرا و یا مار عینکدار در گوشه های مختلف هندوستان به سر میبرد. کبرا از زهرناکترین مارهای دنیا به شمار می رود. زهر او در دوام 15 تا 20 دقیقه انسان را به مرگ می رساند.